چطوری در دادخواست لیسنس رانندگی و یا اجازه رانندگی به زبان فارسی امضا کنید؟ دوستان سلام، من فری هستم. احتمال خیلی شما مرد سوشال میدیا دیدید که یک پسر میاد میگه ما در برلین زندگی کنیم. ویدیوهای ما بیشتر برای این است که شما راهنمایی کنم در کورس های جدید و یا کسایی که تازه در آلمان آمده چطوری وارد جامعه بشه و یک سری کارهایی که مربوط به دولت آیسلند برده و کیس و بانف و این چیزا میشه بیشتر براتون ویدیو میذارم در این مورد. امروز اومدیم به این موضوع بپردازیم که چطوری در دادخواستی که اخیراً از سمت یکی از دوستا برای پارلمان آلمان برای اجازه رانندگی و یا لیسنس ماشین در زبان فارسی به دادخواستش امضا کنیم. با ما تا آخر ویدیو همراه باشیم و برای شما قدم به قدم یاد بدیم که چطوری امضا کنیم. پس از همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید کانال سابسکرایب کنید. برید. خود در قدم اول میرید در گوگل مینویسین پتیسیون فون فارسی فوقشان یا هر جا که شما مایل. مثلا در فارسی میتونید بنویسین آزمون کتبی گواهینامه رانندگی در زبان فارسی. بعد اولین گزینه‌ای که میاد از طرف دویچه بوندستاگ یا پارلمان آلمان است. روش نوشته است پتیسیون 185937. روش کلیک میکنیم. روش کلیک کردیم یک همچین وبسایت از سمت بوندستاگ و یا پارلمان آلمان باز میشه که نوشته است که در مورد همین دادخواست نوشته است که در زبان فارسی بشه یا نه. خب شما این پایین‌تر خودتان راجستر میکنید. در قدم اول نگاه کنید دو تا گزینه دارید. گزینه اولش نوشته است ich bin bereits registriert، یا مثلا من ثبت نام شدم. اگر شما ثبت نام نشدید داخل وبسایت دویچه بوندستاگ شما میتونید مثلا گزینه رو عوض کنید اینجوری. در بعض شرایط برای بعضیا این گزینه نمیاد. شما مثلا ایمیل تون می‌نویسید، پاسپورتتون می‌نویسید، بعدش که اشتباه در اومد در بالای گزینه میاد. بعدش شما روی گزینه ایش بین نوع هی کلیک میکنید. یا من جدید هستم در وبسایت بوندستاگ. اون موقع شما خودتون راجستر میکنید یا ثبت نام میکنید از اول. هر موقع که شما خود از اول ثبت نام کردید اون موقع شما وارد وبسایت میتونید بشید به حیث یک عضو. بعدش شما برای هر نوع دادخواستی میتونید چیز کنید، امضا کنید و اینکه خودتون دادخواست جدید ارائه کنید تا بقیه امضا کنید. ثبت نام میشه اینجوری که شما اسم خود مینویسید، آدرس خانه تانه، شماره تلفن، ایمیل چیز مینویسید تا ثبت نام بشید. بعد از یک ثبت نام کردید دوباره میرید در گوگل، دوباره مینویسید دویچه بوندستاگ و یا همین پتیسیون فارسی برای چیز. وقتی که ثبت نام کردید برای شما یک همچین گزینه میاد، مثلا فیلدم فیلگا رجیستریون، یا مثلا شما تشکر از اینکه راجستر کردید خودتون یا ثبت نام کردید. بعدش الان شما ثبت نام شدید، از وبسایت میرید بیرون و یا اینکه دوباره برمیگردید در وبسایت هر جور خودتون مایلید. ما از وبسایت میریم بیرون، بعد دوباره میایم داخل اینترنت. داخل گوگل کامل دوباره حالا شما دوست داشتید آلمانی بنویسید، در فارسی بنویسید آزمون کتبی گواهینامه رانندگی به زبان فارسی. ببینید اینجا گزینه‌های خیلی زیادی میاد دوستان عزیز. مثلا دیدی وبسایت از اینستاگرام است دیگه، اما شما روی دویچه بوندستاگ که همون وبسایت رسمی پارلمان آلمان میرید و ام پتیسیون 185937 باز میکنید که در مورد هست که 31/8 این موضوع در داخل پارلمان به اصطلاح آنلاین ارائه شده. شما الان اکانت دارید دویچه بوندستاگ. الان چیکار میکنید؟ از طریق اکانتتون فقط اینجا رو ثبت نام میکنید. خب دوستان عزیز یک چیز یادتون باشه، وقتی که شما ثبت نام کردید باید برگردید به ایمیلتون. در شما از طرف وبسایت بوندستاگ یک ایمیل میاد که شما او ایمیل به اصطلاح باید کانفرم کنین یا اینکه توافق کنین همراهشان که شما بله ثبت نام شدید. بعدش دوباره بار بعدی که آمدید دویچه بوندستاگ در وبسایتش اون موقع دیگه نیاز نیست که دوباره ثبت نام کنید، بلکه مستقیم وارد اکانتتون میشید. وقتی وارد اکانتتون شدید شما میتونید هر دادخواست رو امضا کنید. خب الان میرم روی وبسایت دویچه بوندستاگ. اینجا خود انملدن دیگه ثبت نام نمیکنم، خود انملدن میکنم. بعد اینجا می پتیسیون 185937 یا همین دادخواست رانندگی بر زبان فارسی. خب دوستان عزیز وقتی که شما پایین برین دو تا گزینه هست. گزینه اول ای است که نوشته است ich möchte mit meinem vollständigen Vor- und Zunamen. مگه من میخوایم داخل از همین دادخواست اسم و اسم فامیلی من بیایم. من گزینه دومی کلیک میکنم، نمیخوام که اسم فامیلی بشه مال تلفنم بیایه، بلکه همین که امضا بشه کافی است. بعد گزینه پایین jetzt mitzeichnen کلیک میکنید. وقتی کلیک کردید همین که کلیک کردید می نویسه که مثلا زیام دی پتیسیون
Führerscheinswesen Einführung der persischen Sprache als zusätzliche Prüfungssprache für die Führerscheinsprüfung mitgezeichnet. یعنی مثلا شما موفقانه توانستید که برای فروغشاین لیسنس رانندگی به زبان فارسی امضا کنید. فقط یک دکمه میزنید. مهم ای است که شما در وبسایت دویچه بوندستاگ ثبت نام بشید. اگر ثبت نام نشدید اول ثبت نام کنید که من طریقه شما رو اینجا یاد دادم و بعدش شما حتی برید بیرون دوباره داخل وبسایت دویچه بوندستاگ برید، خودتان اکانتتان باز میکنید، شما وارد یک صفحه از دویچه بوندستاگ میشید که مثلا فقط مربوط به شما میشه، اکانت شما داخلش باز است. اون موقع شما نه فقط دمی دادخواست لیسنس رانندگی میتونید امضا کنید، بلکه در لیسنس های دیگه هم چیز کنید و یا در دادخواست های دیگه هم امضا کنید. امیدوارم که ویدیو کوتاه شما رو کمک کرده باشه و شما هر سوالی که دارید در بخش کامنت میتونید بنویسید. من سوال شما رو با دقت کامل میخونم و جوابتون در پایین میدم. هر موضوع راجع به کورس زبان مدرسه اداری دولتی که داشته باشید به مرور زمان ویدیوش در این کانال پیدا میکنه. پس سابسکرایب نره تا دفعه بعدی. خداحافظ.